ورزشکاران کشور ما دستپروران فدراسیون کراته دو جوندوکان در جمهوری ازبکستان در دو مسابقه بین المللی اشتراک نموده صاحب مقام‌های فخری گردیده با دستاوردهای ارزنده به وطن برگشتند. در شهر بیشرک جمهوری ازبکستان از مسابقه بین المللی ورزشکاران کشور ما 12 مدال طلا، 5 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. در شهر اندیجان جمهوری ازبکستان نیز مسابقه بین المللی عاید به کراته دو برگزار شد که در آن ورزشکاران کشور ما اشتراک نموده ملکه و مهارت خود را نشان دادند و صاحب جایهای نمایان شدند. هنگام بازگشت این ورزشکاران را در مرکز ولایت سوخت نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، سابقه‌داران ورزش، والدان و مربیان نمود کراته دو صمیمی پذیرایی کردند. مسابقه در سطح بلند برگزار گردید. صدها ورزشکاران از جمهوری ازبکستان، قزاقستان، کرگیزستان و تاجیکستان خوب آزمایی کردند. ورزشکاران ما نیز در این چاره‌بین ورزشی مهارت بلند ورزشی را نشان دادند، صاحب جایهای نمونه‌ای گردند و تحفه‌های خاطره‌ای شدند. در پیش یک چند مسابقه بین الخلقی ما را انتظار است. ماهی مای باشد در دولت مالزی، دولت شریلانکا، دولت ترکیه، ژاپن ورزشکاران ما عین حال تیاری جدی دیده ایستادند. من باوری کامل دارم در مسابقه‌ای که در پیش ایستاده است، مسابقه‌های سطح جهانی رفته اشتراک کرده پرچم دولتی عزیزمان را بالا می‌برند. آینده ما کوشش می‌کنیم دستاوردها باز از این هم زیاد شود. جوانان نورسان با ورزش مشغول شوند. ورزشکاران ما ورزشکاران کسبی شوند. در بازی‌های المپی چمپیونات‌های جهان اشتراک کرده صاحب مدال طلا شوند. مورد به ذکر است که در 4 ماه سپری شده سال جاری دستپروران فدراسیون کراته دو جوندوکان کشور در 10 مسابقه بین المللی اشتراک نموده با گرفتن 82 مدال طلا، 49 نقره و 64 برنجی مشرف شدند. نمود کراته دو یکی از نمودهای ورزش است که محبوبیت زیاد داشته، با آن هم کودکان و نورسان و هم جوانان و کلانسالان از جمله بانوها نیز شوق و هوس زیاد دارند. این نمود ورزش امروز در تمام منطقه‌های کشور از جمله شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت رشد یافته ایستاده است. باید یادآور شویم که همه مشق ورزان نه تنها برای اشتراک در مسابقه ها بلکه برای سلامتی خویش به تمرین مشغول می شوند. رشد و عمومیت ورزش با مقصد سالمی جامعه و معرفی کشور در عرصه جهانی زمینه می گذارد. مشغول شدن به ورزش امکانیت فراهم می آورد که جوانان و نورسان در روحیه و تندرستی و خویشتن شناسی جسور و دلیر به وای رسیده آینده برای خلق و وطن خدمت شایسته نمایند.